سلام دوستان، خوش اومدید به سینما وحشت. امروز یه فیلمی براتون آوردم واقعا پر از صحنه‌های قشنگ، صحنه‌های سسکی. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم تا فیلمو با هم ببینیم. داستان از جای شروع میشه که انتخابات 88 یه سری دنبال بچه‌ها میکنن و بچه‌ها میدونن توی ساختمون یه در خونه باز بوده و میدونن پیش خونه که داشلی اونجا صابخونه بوده. داشلی همینجوری مات و مبهوت بوده و بچه‌ها رو یه سر سامون میده و یک سریاشون زخمی شده بودن که زخماشون رو خوب میکنن، ولی میبینه مامورا اومدن پشت درش ولی صداشون در نمیاد و در باز نمیکنن. همونجوری گیج و منگ نشسته بودن که این مامورا میان و میره، ولی یه دونه از این دخترها که خیلی مادر قهوه بوده ای داشلی زیر نظر داشت. نگو یه دونه از اینا جاسوس اسرائیله. خلاصه این ور اون ور میکنه و یکم آب آزاسیاب میفته، اینا همشون میذارن و میره. داشلی خونه نشسته بود که یه دفعه صدای زنگ گوشی رو میشنوه و این ور اون ور پیداش میکنه. میبینه برای همون دختر ساراست. زنگ در خونهش رو میزنه و میاد تو خونه داشلی. داشلی که همینجوری با هم صحبت میکردن بهش میگه اگه امکان داره من یه 2-3 روزی اینجا بمونم و جا ندارم. بعدش که جا پیدا کردم میرم از پیشه. هیچ اذیتی هم برات نداره. خلاصه داشلی قبول میکنه و یه سیگاری با هم روشن میکنن و میکشن، ولی داشلی ترکه. دختره به علی میگه اگه امکان داره بشنم پای کامپیوتره. داشلی هم که خدا خواسته میگه بیا بریم بشین. نگو خواسته اطلاعات و فیلمایی که گرفته بوده و بفرسته بره. خلاصه همینجوری که پای کامپیوتر بوده همونجا خوابش میبره و صبح بلند میشه میبینه ای بابا دیشب اینجا بوده که. سارا سری میپیچه میره و صبح داشلی بیدار میشه و برای تلفن حرف میزنه که گوزنگ خونش میخوره. میبینه دختر بتول خانم اومده برای تمیز کردن خونه. میگه مادرم حال نداشته و نتونسته بیاد، من به جاش اومدم که خونه رو تمیز کنم. خلاصه کارهای تمیزی خونه تموم میشه و دختر بتول خانم آماده میشه که بره. همون علی صداش میکنه که بیا کارت دارم. میره اونجا، خلاصه حقوقشو میگیره اون روز و در میشه میره. داشلی همینجوری پای کامپیوتر بود که زنگ خونه زده میشه. در باز میکنه میبینه سارا اومده که بابا میپره بغلش و این ور اون ور و خلاصه میره در یخچال و میگه ببینیم امروز شام چی میخوایم بخوریم با هم. یخچال رو میگرده و یه سری چیز میز پیدا میکنه و غذا درست میکنه و با هم میخورن. بعد میگه خشک و خالی بشینیم. میگه نه بشین الان میام. میره براش یه شراب قدیمی میاره و با هم میزنن تو رگ که دیگه خانوم مست پاتیل. میره سراغ سیگارم میزنه و میگه بریم پای کامپیوتر من کار دارم. میگه باشه بریم. خلاصه کاراشو با کامپیوتر میکنه و دیگه از اینجا بعد میریم تو راز سولاخی ها. یه خانوم لباسو میکنه و همه چی کنده که میشه میرن سوار میشن از سواری کنه که صحنه ها رو شما شاهد میباشین و حالا ما مجبور بودیم نصفش هم سانسور کنیم براتون که نمیشد دیگه بذاریم. حالا اگه خواستین فیلم کاملشو بهم پیام بدین براتون بذارم. خلاصه داشلی اینجا سواری میگیره و قشنگ از خانوم دیگه تموم میشه و میبینه زن اولش اومده خونهش که میخواد بره آمریکا. بهش میگه من نتونستم بهت بگم ولی میخوام با هم بریم آمریکا و اینجا خسته شدم. ولی داشلی بهش میگه نه من نمیتونم بیام، تو برو بعد من میام. بعد میبینه 2 لیوان رو میزه و میگه دیشب مهمونم پس داشتی از این شرابای قدیمی بهش دادی. زنش بهش میگه من تو سیگار تک نکرده بودی دوباره شروع کردی؟ میگه آره حالا دوباره شروع کرد. خلاصه زنش بهش میگه قهوه به من بدی بخورم و من رفتم. قهوه براش درست میکنه و میخوره و یه کم کم آماده میشه میره، ولی دلش برای علی تنگ میشه و بغلش میکنه میگه من میرم ولی منتظر تو میمونم تا تو هم بیای پیشم، امیدوارم که بیای. بعد یه اینجا با هم خداحافظی میکنن و میره. از اون ور دوباره زنگ زده میشه که یه دفعه سارا میپره بغلش. میگه کجا بودی دختر؟ میگه من امروز خیلی خوشحالم، بچه‌ها شورش کردن و ما داریم به آزادی نزدیک میشیم. میره پای کامپیوتر اطلاعاتو میفرسته و چند لحظه بعد زنگ در خونهشون زده میشه. میبینه بونگایی سر کوچه مشتری آورده برای خونهشون. حالا آخر فیلم شما متوجه میشین که این آقا چی کاره است که اومده خونه این بنده خدا. خلاصه این ور اون ور نگاه میکنه و هی چپ و راست به میز کارش و لپتاپ و این چیزا به گوشی نگاه میکنه و هی به علی گیر میده میگه میخوای بری کجا؟ بمونه همینجا نرو. خلاصه علی باهاش یه جوری رفتار میکنه که ازش بدش میاد.
خلاصه تموم میشه و اینا از خونه میرن بیرون. دوباره میبینه سارا که اومد، ولی این سری هیچ نا و نمقی نداره. یه راست میره تو اتاق و لخ میشه وای میسته جلوی علی. دوباره اینجا صحنه داره بچه‌ها، دوباره نصفش زدیم دیگه. خلاصه سارا پارو وا میکنه و داشتالی میپره و هی با خشونت میزنه دوشو این ور اون ور، بالا پایین چپ راست، یه هوک از زیر میزنه که دیگه اینجا داشتالی خسته میشه و میپرن بغل هم. بهش میگه عیبی نداره، خوبه، درست میشه. که یه دفعه صدای الله اکبر میشنوه سارا، پنجره رو وا میکنه همونجوری لخ، اینم صدا میکنه الله اکبر الله اکبر، که علی میپره و پتو رو میندازه دور گردنشو میگیره میکشونه زمین. یه دختر این چه کاریه میکنی؟ میخوای منو بدبخت کنی؟ خلاصه صبح میشه و سوتیه میده داشتالی ببنده پشت، دراز میکشه، شلوارم میکشی بالا و خلاصه آماده میشه میگه من میرم دوباره برمیگردم. خلاصه هیچی، داشتالی خونه بود و یا آبی به صورت میزنه میبینه که دوباره سارا میاد، ولی این سری سرش شکسته، زدن سرش شیکوندن توی اختشاشا. خلاصه بهش میگه نره دختر دنبال این چیزا، میگه باز من رفتم. میره و دوباره فردا با یه گل سرخ میاد خونه، گلو میذاره رو میز و میگه برات عرق خریدم از داروخونه. علی عرقو سر میکشه و به اونم میده، فکر میزنه و میره آهنگو روشن میکنه و میاد میشینه بغل سارا. سیگارو که میزنن یه کام این میگیره یه کام اون، انگار دقیقه دارن سیگاری میکشن. خلاصه علی زنگ میزنه سوپرمارکت یه سری وسیله براش بیارن سیگار تا داشته باشه. صبح میشه تو جاشون دراز کشیده بودن که سارا بهش میگه من میخوام برای همیشه برم از پیشه. خلاصه علی میره پای کامپیوترش، نگو سارا برای اینم یه حساب درست کرده. دوباره شب میشه و زنگ در خونه زده میشه، سارا میاد تو خونه. ولی این سری سارا خیلی حالش بده، یه قرص میندازه بالا و علی میبینه. بعد بلند میشن و با هم یه آهنگ میذارن و شروع میکنن به رقصیدن. سارا به علی میگه منو بچرخ. انقدر میچرخونتش سارا حالش بد میشه و بالا میاره. علی میبرتش سمت آب تا بشورتش کن. علی صبح بلند میشه میبینه قرصا اینجوریه، خودش هم یه دونه میندازه، میگه بذار منم یه دونه امتحان کنم. که درگیر اون قرص میشه و سارا دوباره صبح یه دونه میذاره دهنش که علی بخوابه. علی نصف شب بلند میشه و یه نیمه چشم باز میکنه و دوباره میخوابه. سارا بلند میشه میره سمت کامپیوتر تا آخرین پیغامارم بفرسته. سارا بلند میشه میبینه که علی خوابه، یواش دستشو میکشه و یا علی مدد رو میگه و میره. علی صبح بلند میشه جمع کنه تا سارا نیومده همه چی برداره بره. ناگهان در رو باز میکنه و میبینه بله همون آقایی که اومده و مستاجر بشه نگو یه دونه از اطلاعاتی‌ها بوده. خلاصه میگیرن میبرنش و ازش اعتراف بگیرن، میزننش جلوی دوربین، بهش میگن هرچی ما گفتیم تو هم باید بگی. خلاصه این ور اون ور یه چکه هم بهش میزنن و خلاصه اینجاست که دیگه به پایان میرسه و علی باید همه چی رو اعتراف کنه. امیدوارم خوشتون اومده باشه دوستان عزیز از این فیلم، و اگه از این فیلم ها باز هم خواستین به من بگین تا براتون پیدا کنم و بذارم. دوستتون دارم، امیدوارم لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر نظراتتون هستم. یا علی مدد، خداحافظ.